به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم. در مورد قانون جذب با هم دیگه صحبت کنیم. قبلا هم صحبت کردیم، فرمولاش رو بهتون گفتم. الان میخوام در مورد خودش باهاتون صحبت کنم. قانون جذب همیشه ثابت هستش و بدون توقف در حال کار کردن هستش. دقیقا این جاذبه زمین میمونه، چه قبول داشته باشی، چه باورش کنی، چه باورش نکنی، قانون جذب فعال هستش. شما هر لحظه، هر ثانیه با احساساتتون، با باورهاتون، با افکارتون در حال جذب کردن هستید. این فرایند هر ثانیه ادامه داره. شاید خودتون ندونید ولی دارید این کار رو انجام میدید، حتی ناخواسته در حال جذب کردن هستید. حالا منظور از ثابت بودن قانون جذب چی هست؟ منظور اینه که ببینید قانون جذب هیچ استثنایی براش وجود نداره. یعنی هیچ پارتی بازی نمیکنه. تو بر اساس احساست و ارتعاشی که داری میفرستی، قانون جذب اونو پاسخ میده و عمل میکنه. حالا فکر کن اگر فردی بیشتر اوقات احساس امید و شادی و فراوانی داشته باشه، بیاد روی فرصت ها تمرکز کنه، منتظر اتفاقات خوب زندگی باشه، انتظار اتفاقات خوب رو داشته باشه، خب چه اتفاقی میفته؟ معلومه که با احساساتی که داره هماهنگ میشه، اتفاقات خوب به زودی وارد زندگیش میشن، خودش داره جذب میکنه. و برعکسش، اگه یه فردی باشه که فقط روی کمبودها تمرکز کرده، از آینده میترسه، چه اتفاقی میفته؟ با همین نگرانی ها دائما نگرانه، با همین نگرانی ها هماهنگ میشه، همین ها وارد زندگیش میشن، بخشی از زندگیش میشن. خیلی از افراد هنوز دارن به نتیجه نگاه میکنن، برای همینی که بیشتر مردم از ثابت بودن قانون جذب آگاه نیستن، فقط دارن به نتیجه نگاه میکنن، نه به فرایند درونی خودشون. هستن افرادی که میگن من ثروت رو میخوام، اما در طول روز مدام در حال این هستن که پول کم هستش، موفق شدن سخت هستش، دیگران شانس دارن، اونا هیچ شانسی ندارن. خب بین خواستشون و اون ارتعاشی که داره میفرستن فاصله بسیار زیادی داره میفته. خب معلومه که هیچ موقع به اون خواسته نمیرسن. قانون جذب داره درست کار میکنه، داره یه فاصله بین اون و خواستش میندازه، چون خودش داره تمرکز میکنه روی کمبود، روی اینکه پول در آوردن سخته، پول کمه، داره بهش ثابت میکنه که داره درست فکر میکنه با توجه به باوری که داره. حالا از نظر همون اگر بهش بگی، میگه بابا قانون جذب کار نمیکنه، اتفاقا به این به عالی ترین شکل ممکن داره کار میکنه. تو داری به کمبود فکر میکنی، توجه میکنی، تمرکز میکنی، خب اونم داره همین کار رو، کمبود رو داره وارد زندگیت میکنه. این کار قانون جذب، ارتعاشی که داری میفرستی رو داره پاسخ میده، داره به اون عمل میکنه. شما چیزی رو که میخواید رو جذب نمیکنید، شما چیزی رو جذب میکنید که با اون هم ارتعاش هستید. این نکته بسیار مهمی بود. پس اگر کسی از ثابت بودن قانون جذب آگاه نباشه، ممکنه یه خواسته ای داشته باشه، خواستش هم اعلام کنه، اما از نظر احساسی، یعنی حس درونیش، مخالف اون خواسته باشه. برای همین که هیچ موقع به اون خواسته نمیرسه. چون قانون جذب داره درست و صحیح کار میکنه، پاسخ میده به ارتعاش های ما. الان دیگه باید متوجه شده باشی که طبق قانون جذب که همیشه فعاله، همیشه داره کار میکنه، اگر افکار تو، اگر احساسات تو دائما در حال کمبود باشه، از جنس همون کمبود رو وارد زندگیت میکنه، میشه تجربه از زندگی.
اگر تمرکز تو روی کمبود باشه، همون کمبود رو وارد زندگی تو میکنه و برعکسش اگر روی فراوانی باشه، فراوانی رو وارد زندگی تو میکنه. احساسات تو نشون میده که تو در چه مسیری هستی، در مسیر فراوانی هستی یا در مسیر کمبود و فقر. از همین احساساتت میتونی بفهمی، چون احساس تو یه ارتعاشی رو داره برای قانون جذب، برای جهان هستی میفرسته و طبق همون ارتعاشی که تو فرستادی، طبق همون پاسخ بهت میدن، طبق همون بهت جواب میدن، طبق همون به تو پاسخ میدن. نه فقط به آرزوهایی که داری، به ارتعاشی که میفرستی پاسخ میدن. حالا باید توجه داشته باشی که قانون جذب یک باور معنوی و خودیاری هستش و قانون جذب هیچ موقع متوقف نمیشه، هیچ موقع نمیره استراحت بکنه، هیچ موقع اشتباه نمیکنه. پس منظور از ثابت بودن قانون جذب یعنی همین چیزها، یعنی اینکه هیچ چیزی تصادفی نیست، شانسی نیست، اتفاقی نیست. هر اتفاقی که میفته خودت خلقش کردی. پس باید حواست باشه و آگاهانه ارتعاشت رو به جهان هستی بفرستی تا همون چیزهایی که دوست داری، همون خواسته هایی که داری وارد زندگیت بشه. خیلی دوستتون دارم، خیلی عاشقتونم. امیدوارم که به تموم خواسته هاتون برسید. در پناه خدا باشید.